سلام عزیزان، زهره بانو هستم با آموزش کباب لقمه بازاری در خدمتتون هستم. خب پیاز داریم، پیاز رو رنده کردیم، یه دونه پیاز متوسط، آبش هم گرفتیم. آبیشن، فلفل سیاه، پودر سیر، جوز هندی، ادویه کاری دل بخواه، نمک به میزان لازم. سویا داشتیم 2 پیمان، 250 گرم گوشت چرخ کرده داریم، 1/3 نون باگت داریم که خیسش میکنیم، آبش کامل میگیریم. 3 قاشق غذاخوری پودر سفالی داریم، 2 قاشق غذاخوری روغن. شما میتونید به جای روغن مایع از کره آب شده هم استفاده کنید، اون دل بخواهی. حالا میریم کباب لقمه‌مون رو درست کنیم. سویا، پیاز و نون باگتمون رو حالا روغنمون رو میریزیم. اینا رو اول با هم دیگه خب گوشت رو اضافه میکنیم. آرد سوخاری، کمی که مواد مخلوط شد حالا ادویه ها رو میزنیم. نمک دل بخواه، حالا من نصف نمکم رو میریزم. آبیشن، فلفل سیاه، ادویه کاری، جوز هندی، پودر سیر و پودر پیاز. خب عزیزان، کباب لقمه ما حاضره. حالا میریم برای بسته بندی کباب. داری از کباب لقمه رو برمی‌داریم میذاریم روی پلاستیک فریزر. نصف پلاستیک فریزر رو روش میکشیم، با دست حالت میدیم. شما میتونید از کباب زنای پلاستیکی داخل بازارم هست بخرید و استفاده کنید. کباب ما. سلام عزیزان، کباب لقمه ما حاضر شد. همینطور که میبینید بسیار منسجم، خوش‌طعم، لذیذ، سالم، بهتر از بیرون. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده نوش جان.